یلدوز عثمانووا یکی از تابانترین ستاره‌های استراد معاصر ازبک روز 26 سپتامبر سال 2022 ترانه نوش را با نام تاجیکی میدانید نشر کرد. یلدوز این ترانه را امروز با آوازخوان جوان تاجیک زبان زاده ازبکستان ملک اجرا کرده است. ترانه الکی در یک روز اول و تنها در کانال رسمی یلدوز عثمانووا در یوتیوب نزدیک 300,000 تماشابین جمع آورده است. این ترانه با یک لحن شوخ و سبک در سبک مشهور بندری اجرا شده، طوری هم که از نامش برمی آید پیروان زبان تاجیکی را دانستن یا ندانستن یلدوز است. یلدوز عثمانووا از ستاره‌های اعتراف شده استراد معاصر ازبکستان و آسیای مرکزی به شمار می رود. او 12 دکمبر سال 1963 در شهر مرغلان ولایت فرغانه به دنیا آمده است. این ستاره استراد ازبک در تاجیکستان نیز مخلصان زیاد دارد که به خاطر آنها چندین ترانه را به زبان تاجیکی هم اجرا کرده است.